کسایی که میگه والا صاحب ما در جهادی گپا دخل نداریم به خاطر زندگی، سعی کنی که وقت مرگش میرسه یا سرطان است یا HIV هست یا ایدز هست یا کرونا هست، به یک شکل ازش کار یا تکر است یا انفجار است، میمره دیگه. الله متعال میگه که هیچ کس نمیمره مگر به اذن الله. کتاب معجله اینمی کتابی هست که عجل در اونجا معلوم دار شده است. و ما یرید ثواب دنیا نؤتیه منها. جزاک الله. کسی که ثواب دنیا را میخواه الله متعال میگه برشان میتیم. کسی که منفعت دنیا را میخواه میتیم برش. برای دشمنای خود الله خوب محترم داده. از یک مسلمان خوب سعی کنی بایسیکل نداره، یک کافر سعی کنی که آخرین مدل موتر داره، حتی تیارای شخصی داره. الله میگه کسی که دنیا را میخواه ما برش میتیم. و من یرید ثواب الاخرت نؤتیه منها. نیت شماست، ما و شما دیروز در نیت خواندیم، کسی که ثواب آخرت میخواه هم برش میتیم. کسی که پاداش خدا اجر خدا در آخرت میخواه مطابق نیتش برش میتیم. دنیا را میخوایی یا آخرت. و سنجزی الشاکرین، و ما پاداش میتیم برای شاکرین. خب این مقدمتاً اصل بحث ما و شما که درباره محبت است که الله صابرا را دوست داره، برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای تمام مسلمان و امت اسلام درس داده میشه که حالا اگر پیغمبر وفات میکنه یا بمره یا کشته شوه، شما چی میکنین؟ شما درس بگیرین از امتهای سابقه. برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم درس داده شد تا از اصحاب پیغمبرای قبلی درس بگیرن، و بر ما و شما درس داده میشه که تا ما از تمام اصحاب پیغمبرا و به خصوص از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم درس بگیریم. چی میگن؟ و که ای من نبی، بسیار از پیغمبرا بودن که قاتل معه ربیون کثیر، که امرایشان مجاهدین. ربیون کی مانا؟ ربیون کی ها بودن؟ بسیار از مجاهدین موحد و یکتا پرست. فما وهنوا لما اصابهم، بر از اونا عاجزی رخ نداد وقتی که برشان مشکلی رسید. فی سبیل الله، در سبیل الله قتل است، کشتن است، تکه تکه شدن است، پاره پاره شدن است. ایگه پاره خود داره دیگه. و ما ضعف و ضعیفم احساس ضعف هم نکردن. و ما استکانو، و استکانت چی مانا؟ یعنی خود ذلیل هم نساختن، ذلیل هم نشدن که والا ما امروز شکست خوردیم، خوار شدیم، ذلیل شدیم. نه، اونایش نقص نمیکنن مسلمان. اونایی که امروز پیغمبرای یک جای جهاد کردن، حمزه رضی الله تعالی عنه نقص کرد؟ نه، تا امروز نامش تا روز قیامت زنده است. مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند. حالا حمزه رضی الله تعالی عنه که یک قهرمانی از خود نشان داد، اما عزتش دائمی هست. پس هیچ وقت اونا احساس ذلت نکردن. والله یحب الصابرین، و الله صبر کننده ها را دوست دارد.